سلام تقدیم همه. امروز بحثی داریم بالای قانون جدید مالیاتی که اخیراً به تصویب رسیده است. با من آقای سفیرالله نگزاد، یکی از بنیانگذاران شرکت سمارت اینویتیو اکاونتنتس در ایالت ورجینیا آمریکا، که من تشریف آوریشان را خیر مقدم میگم. تشکر آقای عزیزی، یک جهان سپاس که ما را به استودیوی خود دعوت کردین تا بتانیم بالای قوانین جدیدی که اخیراً تصویب شده صحبت بکنیم و از همین راه مستر خدمت بر جامعه خود باشیم و آگاهی جامعه خود در قبال قوانین جدید مالیاتی بالا ببریم و بالای نکته هایی که برای افراد منفعت آور است و بالای نکته هایی که برای صاحبان کسب و کار و بزنس اونرها منفعت آور است صحبت بکنیم. تشکر آقای نگزاد از تشریف آوری شما به استودیوتان. آغاز میکنیم از سوال اولی که خیلی مهم و کلیدی است. اگر در ابتدا شما توضیحاتی داشته باشین در مورد این قانون مالیاتی که در اخیراً به تصویب رسیده است تا سطح آگاهی جامعه را نیز بالا ببرد و از ایشان معلومات داشته باشند. بله آقای عزیزی، طوری که شما گفتین اولین بار قانون کاهش مالیاتی در 2017 تصویب شد که برای افراد و برای صاحبان کسب و کار مالیات کاهش یافت. این یک خبر خوبی بود برای مردم و برای صاحبان کسب و کار، ولی او قانون دائمی نبود. در 2017 وقتی که تصویب شد یک قانون موقت بود که برای یک چند سال برای مردم مالیاتی که میتن کاهش بیافته تا بتونن امو منفعتی که از معافیت مالیاتی به دست میارن استفاده بکنن. ولی همون قانون قرار بود که در اخیر سال 2025 ملغا شود و این قانون جدید مالیاتی 2025 که در اخیر سال تصویب شد بیشتر ماده های او قانون دائمی ساخت و بعض ماده های دیگه او را تمدید کرد. و خبر خوش برای مردم ما این است که همون نکاتی که دائمی شده بسیار به نفع مردم می باشه و بعض ماده هایی که تمدید شده تا سال 2028 مورد اجرا می باشه. اون ماده هایی که دائمی هست مستقیما منفعت رسان برای مردم و کسب و کار و صاحبان کسب و کار می باشه. تشکر آقای نگزاد از توضیحات شما در مورد قانون جدیدی که اخیراً به تصویب رسیده است. سوال بعدی من این است که کدام منفعت ها را افراد می توانند از این قانون جدید مستفید شوند؟ اگر در این مورد شما توضیحات داشته باشین. تشکر از سوال بسیار جایی که کردن آقای عزیزی. این بسیار یک نکته مهم است برای افراد که امسال خبر خوش این هست که نظر به سالهای گذشته افراد مالیات کمتری می‌پردازند. نظر به این قانون جدید این قانون جدید ماده های را تصویب کرده که برای افراد کردیت های بیشتر، استاندارد یا معافیت های استاندارد بیشتر را وضع کرده. در قبال اطفال کردیت های بیشتر داده. در قبال و طور مثال اگر بگوییم سال گذشته ما 29200 اگر افرادی که متأهل بودن تکس خود را با هم فایل میکردن معافیت مالیاتی داشتن و به این معنی که اگر درآمدشان هرچی بود از سقف درآمدشان 29200 معاف میشد و بعد از او واجد شرایط مالیات میشدن که امسال امو 29200 به 32200 تبدیل شده و بر کسایی که مجرد هستند به 16100 تبدیل شده و کسانی که سرپرست فامیل هستند به 24150 دلار افزایش یافته. و طور که گفتیم امسال
در قبال هر طفل $2200 کردیت مالیاتی دارن. چایلد تکس کردیت بله. بهشون میگن که برش به نام چایلد تکس کردیت گفتن. نه تنها که معافیت های استاندارد یا استاندارد دیدکشن اضافه شده، چایلد تکس کردیت یا کردیت های اطفال اضافه شده، در کنار از او امسال ماده های جدیدی که برای از این وضع شده ای است که خوشخبری جدید ای است که او عده کسانی که در بخش خدماتی یا مهمانداری کار میکنن یا خدمات ارائه میکنن از تپ یا انعامی که به دست میارن تا $25,000 از او تکس میشه در این مورد یک مثال زنده داشته باشین وقتی که شما از انعام صحبت میکنین یا تپس، مثلا کارمندان یک رستوران یا بله ایشان اشاره داشته باشین؟ اول مثال کسانی که در اوبر کار میکنن یا خدمات ارائه میکنن، کسانی که در رستوران خدمات ارائه میکنن، اینا بیشتر موقع ها اینا تپس یا انعام دریافت میکنن که برای افراد مجرد تا $12,500 و برای کسانی که تکس خود متأهل فایل میکنن یا married tax filing تا $25,000 اونا میتونن درآمد خود وضع بکنن قبل از اینکه مالیات واجد شرط مالیات شد. و یک ماده دیگه هم که هست اوورتایم است یا اضافه کاری که اشخاصی که متأهل هستن و مالیات خود فایل میکنن تا سقف $25,000 از مالیات معاف هستن و اشخاصی که مجرد هستن تا سقف $12,500 از مالیات معاف میباشند. تشکر آقای نگزاد از توضیحات خیلی مهم و ارزنده داشتید و نکات را اشاره کردید تا بتوان افراد مطابق این قانون از ایشان منفعت بگیرند. یک مسئله مهم و خیلی کلیدی دیگه که چطور بتوانه بزنسز یا سمال بزنسز از این قانون جدیدی که اخیراً به تصویب رسیده منفعت بگیره و یا این قانون برایشان چی هدایت میکنه؟ اگر در این مورد شما توضیحات داشته باشید. بله آقای عزیزی، امور رقم که درباره افراد و عده‌ای که کارمند هستن درباره منفعت ها و ماده هایی که برایشان منفعت آور صحبت کردیم. امور رقم قانون جدید مالیات برای صاحبان کسب و کار و business owners یا for businesses امیر رقم ماده هایی را ایجاد کرده که برایشان بسیار منفعت آور است تا بتانه یک مصدر خدمت برای کسب و کارها باشه تا مالیات کمتر بتن و سود بیشتری را داشته باشه. گرچه در این قانون جدید مالیاتی بسیار موضوعات خوب نهفته شده که business owners یا businesses یا صاحبان کسب و کار میتونن از اون منفعت ببرن، ولی به نظر به ضیقی وقت که داریم نمیتونیم تمام از اون ما امروز سرش با جزئیات صحبت بکنیم. بسیار یک چیز ماده های کوچک شده درباره صحبت میکنیم که یک آگاهی رسانی بکنیم. مثلا صاحبان کسب و کار قبل از اینکه درآمد سالانه از اونا واجد شرایط تکس یا مالیات شود، اونها قادر هستن 20% درآمد خود را وضع بکنن و امو درآمد خود را کاهش بتن تا که مالیات کمتر والدزو تطبیق وضع شوند. ماده دیگی که بسیار به نفع صاحبان کسب کار هست این به نام ماده یا سکشن 179 یا 179 IRS است که با استفاده از این ماده اگر صاحبان کسب کار ماشینری خریدن یا وسایط خریدن که مستقیم مرتبط با کاربار یا کسب و کارشان است، میتونن در سال اول او را استهلاک بکنن، یعنی مصرف تمام مصرف از او را به حساب استهلاک وضع بکنن. قوانین استهلاکی است که اگر شما یک وسایط رو میخرین تا چند سال ای به نام useful life
داره یا تا چند سال ایره میتونید شما استهلاک بکنید. ولی نظر به قانون جدید شما تا سقف 2,500,000 دلار شما میتونید وسایلی که امسال میخرین و از استفاده میکنین تا سقف 2,500,000 دلار او را استهلاک کنین و از درآمد سالانه خود وضع بکنین. ولی در این ماده شرایط خاص خودم داره. اگر یک صاحب کسب و کار درآمدش سالانیش هست 300,000 دلار و یک وسایط یا یک ماشینری خریده 500,000 دلار، او نمیتونه که 500,000 دلار را بسته بکنه. به این معنی این ماده اجازه برای صاحبان کسب و کار نمیده با استفاده از این ماده نه تنها که درآمد خود به صفر میرسانه، یا یک نقصان درآمدی هم ایجاد بکنه در جریان سال. ولی در پالی از او یک ماده جدید دیگه هست که به نام 100% bonus depreciation میگن یا استهلاک 100% که با استفاده از او ماده قانونی میتونن حتی از درآمد خود بیشتر استهلاک بکنن یا مصارف نشان بدن و حتی نقصان درآمدزایی هم در همین سال داشتن. تشکر آقای نگزاد که نکات خیلی مهم داشتید برای صاحبان کسب کار و یا بزنس تا بتوانند از این قانون و از این مزایا استفاده بکنن. در آخر میخواستم پیام شما را داشته باشم. پیام شما به افراد و همچنان به صاحبان کسب کار چی است و کدام نکات را باید مورد نظر بگیرن مطابق با قانون جدیدی که در اخیراً تصویب رسیده است؟ اگر در این مورد شما توضیحات داشته باشین. تشکر آقای عزیز صاحب. این بسیار یک سوال مهم و ارزنده است به نظر من. پیام ما برای جامعه ما ای است که برای او افرادی که کارمند هستند حقوق بگیر هستند و برای او افرادی که صاحب کسب و کار هستند یا بزنس اونر هستند خواهشانه بیاییم یک آگاهی حاصل بکنیم در قبال مالیات، آگاهی مسلکی و طور قانونی بیاموزیم که ما بر اساس چی باید مالیات بکنیم. باید کوشش بکنیم سطح آگاهی خود بالا ببریم در قبال مالیات، پرداخت مالیات، دریافت کردیت هایی که با ما برمیگرده. و خواهش ما از مردم و جامعه ما ای هست که یا به ما رجوع بکنن یا با افرادی که مسلکی هستن رجوع بکنن تا سطح آگاهی خود در عرصه مالیات بالا ببرن تا بتوانند مالیات کمتر و منفعت بیشتر ببرن، در ضمن این که قوانین مالیاتی امریکا را تطبیق میکنند. تشکر آقای نگزاد از بحث بسیار مهم و ارزنده و نکاتی که داشتین، پیام خیلی مهم برای جامعه افغان ما در ایالات متحده آمریکا و تشکر از اینکه خدمات مسلکی را برای جامعه نیز ارائه میکنین. تشکر از بیننده ها که ما را هم همیشه تشویق کردید. تا برنامه آینده خداحافظ و نگهدار شما.